سلام، حمید هستم از افغانستان. اتفاق ماورایی که تو سالهای 1340 برای یکی از دخترای روستای کوهستان بهسود ولایت میدان افغانستان افتاده رو براتون از زبان خانمی به نام مریم بازگو میکنم. ماجرا مربوط به خواهر ایشونه و البته مریم خانم دیگه در قید حیات نیست، خدا رحمتش کنه. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. پدر مریم 2 زن داشت. از زن اول یک دختر که همین مریم بود و از زن دوم 4 فرزند که 2 دختر و 2 پسر بودن. مریم از نامادری خودش خواهری داشت که 3 سال از خودش کوچیکتر و اسمش گوهر بود. همه اعضای این خانواده به 8 نفر میرسید. گوهر قبل از ازدواج تبدیل میشه به دختری زیبا و زیرک که نظیرش تو اون روستا نبود. اون وقتی به 16-17 سالگی میرسه خواستگارای زیادی داشت، اما به آسونی کسی رو برای همسری خودش قبول نمی کرد، چون کسی رو میخواست که مثل خودش جذاب و زیرک باشه. پدر گوهر هم شخص مورد احترامی در بین اهالی روستای خودش و روستاهای اطراف بود. اون سالها زندگی در روستاهای کوهستانی دشواری‌های زیادی داشت و هنوز هم حتی سهولت چشمگیری به وجود نیومده. القصه سالها قبل خانواده از اون روستا به شهر کابل کوچ کردن و تو شهر زندگی بهتری نسبت به روستا داشتن و اولین فرزند اون خانواده که پسر بود جوون زحمتکش و با اعتباری در بین دوستان و آشنایان اون خانواده میشه، چون با سخت کار کردن زندگی خوبی رو برای خانواده‌اش فراهم کرده بوده. پدر و مادر این جوون از کابل به روستا میان و گوهر رو برای پسرشون خواستگاری میکنن. پدر مادر گوهر و خود گوهر از این خواستگاری رضایت نشون میدن و بعد از مدتی خانواده پسر با آوردن بعضی از هدایا برای گوهر زمان عروسی رو 1 سال بعد تعیین میکنن. تو این مدت گوهر همه جهیزیه‌ای که مطابق با رسوم اون زمان بوده رو با شوق تمام آماده میکنه و منتظر عروسیش میشه. بالاخره زمان موعود فرا میرسه و آمادگی‌های عروسی از هر 2 جانب فراهم میشه. یک روز قبل از شب عروسی خونه پدر گوهر رفت آمد اهالی روستا زیاد میشه و مادر گوهر به گوهر میگه خونه عموت خلوته، برو اونجا حمام کن که فرصت زیادی نداریم. من چند لحظه بعد لباساتو برات میارم. تو اون سالها تعداد کمی از مردم حمام تو خونه هاشون میساختن و اکثریت مردم روستا تو طویله حیوانات حمام میکردن. گوهر هم که خونه عموش کنار خونشون بود آب گرم و لوازم حموم رو با خودش تو طویله عموش میبره و در طویله رو میبنده آماده حمام کردن میشه. قبل از اینکه خودش رو سرش آبی بریزه موجودی نامرئی آب سردی رو سرش میریزه و همزمان گوهر از نزدیکیش صدای خنده بلندی رو میشنوه. گوهر بدون اینکه حمام کنه از طویله بیرون میاد. زنموش صدا میزنه که میبینه کسی خونه نیست و همه رفتن و مشغول کارهای عروسی هستن. گوهر که ترسیده بود دوباره داخل طویله میره که لباساشو برداره. برای بار دوم صدای خنده رو میشنوه و با ترس زیاد لباساشو بر میداره. چون نمیتونست با بدن برهنه بیرون از خونه بره کنار در طویله از حال میره. چند لحظه بعد مادر گوهر با لباسای نوع گوهر میاد و میبینه که دخترش دم در طویله بیهوش افتاده. فریاد میزنه و
به هر زحمتی شده لباسای گوهر رو تنش میکنه و اونو به خونه میبره. اون روز گوهر تا نزدیکی‌های غروب بیهوش باقی میمونه، اما زمانی که به هوش میاد با زبانی نامفهوم صحبت میکنه. با چابکی از جاش بلند میشه و چادر بزرگی رو دور خودش میپیچه و در گوشه از خونه رو به دیوار میشینه و از جاهایی صحبت میکنه که تا اون زمان اصلاً کسی نشنیده بوده. فردای اون روز دعانویسی رو از روستای دیگه‌ای که تو کارش خبره بوده میارن و بعد از شنیدن ماجرا برای گوهر سرکتاب باز میکنه و میگه که گوهر بعد از خوندن عقد نکاح نباید تنها میموند. اون رو جن تسخیر کرده که جنی قدرتمنده، کاری از من ساخته نیست. وضعیت روانی گوهر قابل درک نبود، گاهی خوب بود و گاهی بد. خانواده پسر میگن با این وضعیت گوهر نمیتونه عروس ما بشه. دعانویسم درباره سلامتی گوهر تقریباً حرفای ناامید کننده‌ای گفته. اگر از ما ناراحت نمیشید بهتره که این پیوند رو همینجا فسخ کنیم. اما داماد میگه که من حاضرم با همه مشکلات با گوهر عروسی کنم. بالاخره مراسم عروسی به نحوی تموم میشه و بعد از عروسی گوهر 2 هفته تو خونه باباش میمونه و هیچ بهبودی تو سلامتی جسمی و روانیش حاصل نمیشه و حتی بدتر هم میشه. زمانی که گوهر حالش بد میشد و یا اون موجود نامرئی به سراغش میومد، سریع از جاش بلند میشد، چادر و یا پتوی بزرگی که تو دسترسش بود رو دور خودش میپیچید، حتی صورتش هم میپوشوند، تو کنج خونه رو به دیوار مینشست و خیلی واضح با زبانهای مختلف صحبت میکرد و از هر گوشه دنیا چیزی میگفت. حدودای 1 ساعت حرف میزد و بعد صداش به خرخر میافتاد و از دهنش کف بیرون میزد، روی زمین میافتاد. دوباره که به هوش میومد حالش خیلی بد بود. نه اشتهایی به غذا داشت و نه با کسی حرف میزد، فقط زار زار به حال خودش گریه میکرد. زمانی که وضعیتش خوب بود ازش سوال میکردم که چی باعث میشه که حالت بد بشه و یا چی میبینی که حالت به هم میخوره. گوهر میگفت اول صدای خنده ای رو میشنوم و بعد گرمای دهان کسی رو نزدیک گوشم و صورتم احساس میکنم و بعد دیگه چیزی نمیفهمم. خلاصه گوهر با شوهر و پدرش بعد از 2 هفته به طرف کابل میره. خانواده داماد و پدر گوهر برای معالجه گوهر به دکترها، زیارتگاه‌ها و دعانویس‌ها مراجعه میکنن، اما هیچ کدوم فایده ای نداشته. فقط دعانویسی که اهل حنود بود میگه گوهر رو اجنه مسلمان تسخیر کردن، چون حالش به هم میخوره سر صورتشو میپوشونه و کاملا با حجاب میشه. متاسفانه حل این مشکل فراتر از قدرت منه، چون تسخیر کنندش خیلی قویه. و سرانجام بعد از 1 سال گوهر فوت میکنه و همه آرزوهاش زیر خاک دفن میشه. سلام، من تعمیرکارم. اینو آقایی که ماشین سنگین داشت برام تعریف کرده بود. البته مربوط به 40 سال پیشه و به احتمال زیاد اون آقا دیگه الان فوت کرده. شاید ماجراش زیاد ترسناک نباشه، اما میتونه درس عبرتی باشه برای کسایی که به راحتی به دیگران افترا میزنن. داستان رو از زبان خودش بشنوید. اون موقع کارگر ساختمونی تو آذربایجان بودم. اصالتاً مال یکی از دهاتای اطراف بودم، اما تبریز کار میکردم. پول خوبی میگرفتم. یه قرآن قدیمی از طرف مادر بزرگم به هم رسیده بود که باش خیلی احساس آرامش میکردم. گاهی از روی قرآن برای مردم سرکتاب و فال میگرفتم که همیشه طرفدار داشت و هر چی میگفتم مردم قبول میکردن و منو به عنوان آدم درست قبول داشتن. اما با این حال